سر نیزه حالا گرازه تاق کرد، گرازه رسید خواست عکس‌العملی نشون بده، بند دست گرازه را گرفت از خانه زین کشیدش به دل سراب، دست انداخت اینجاش یه دستی کندش سر جنگ تحویل زندان. خراد آمد زندان، اشکش زندان. هر کی میاد میفرست زندان. کودرز گفت دلاوران امیران صاحب منصبان، پس چرا منتظرید گیو الف سالار؟ گفت پدر عالی مقام، من میرم هم زندانیا را آزاد میکنم، هم یه گوشمالی به این تورانی میدم. گیو داماد رستم، این سرهنگ سلحشور که 7 سال رفت توران، آب تلخ و شور و کز و شیرین خورد، لباسا پاره پاره تا کیخسرو را آورد ایران. گیو مرکب را به جولون در آورد، گر 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 رسید داگره میدون داری کرد مقابل برزو، بس دهنه به دهنه باره. به یه نفر گفت هومان آمد. گفت چیه پهلوان؟ گفت این کیه؟ ببین این سوار سرافراز کیست که بر دست و تیغش به باید گریست. گفت این گیو الف سالاره، داماد جهان پهلوان رستمه. برزو تو دلش گفت خوبه، خب این داماد جهان پهلوان رستمه دیگه، باید به این زیاد با حربه باید ملاحظه‌شو بکنم. به گیو گفت اسمت چیه؟ گفت به من میگن گیو الف سالار. پسر کودرز، من کسی هستم 7 سال رفتم کیخسرو آوردم. گفت تلافی 7 سال اذیت به افراسیاب من از دماغت میکشم بیرون. دست گیو رفت برای نیزه را دراز کرد برای سینه برزو تو که نیزه گیو گرفت، گیو بکش برزو بکش، هی دارن اشار میدن به هم. یک قوت نیزه را از دست گیو کشید بیرون. گیو با شمشیر حمله کرد، بند دست گیو گرفت. گفت خیلی دوست دارم آره، چون داماد جان پهلوانی. شست بغلش ها انگشت، یک حک گذاشت تو گوش گیو. گیو با صورت از چپ خورد زمین، کتف و کوپالش رو ببندین. همه دیدن گیوم بسته آوردن تو زندان.